سلام، من اصل هستم. موضوعی که میخوام امروز بگم در واقع زشتی هستش که از روزی که تونستم زشتی های دنیا رو تشخیص بدم، این زشتی، این درد، اسمشو هر چیزی که بخوایم بذاریم، یکی از بزرگترین زشتی هایی بوده که آزارم داده و اون هوموفوبیاست. هوموفوبیای آشکاری که توی هر جامعه‌ای که زندگی میکنیم، توی خیابون‌ها، توی خانواده، توی مدرسه، توی هر جایی که هستیم با اون برخورد میکنیم روزانه تو زندگی روزمرمون، و هوموفوبیای پنهانی که متاسفانه توی اون قشر روشنفکری که دم از مبارزه با هوموفوبیا میزنند، ولی خیلی وقتها من باش برخورد داشتم که اون هوموفوبیای پنهانی که شاید خیلی سال هاست که تلاش شده که نهادینه بشه سر میزنه و شاید گاهی وقتها بیشتر آزاردهنده است. درخواست من از شما که این ویدیو رو میبینی در واقع حمایت یا احترام یا اون درک از کسانی که دگر جنسگرا نیستند نیست. درخواست من مبارزه با اون سیستم سلطه‌ایه که سالیان سال داره تلاش میکنه برای ما جا بیاندازه تعاریف رو، که حالا این سیستم میتونه از طریق حاکمیت باشه که نمونش توی جامعه ایران خیلی بارزه، میتونه از طریق فرهنگ باشه که همه جا اون رو میبینیم، و همیشه تلاش کرده که برای ما جا بیاندازه که اون چیزی که در واقع پسندیده است دگر جنسگرایی است، اون چیزی که پسندیده است اینه که من حتما باید تعریف بکنم که گرایش جنسی من چیه، تعریف بکنم که من زن هستم، من مرد هستم، و اون چیزیه که همیشه موجب بسیاری از آزارها شده، موجب بسیاری از زشتیها شده، موجب این شده این دنیایی که توش هستیم رو خیلی وقتها دوست نداشته باشیم، و به نظر من باید با اون سیستم مبارزه کرد و تن نداد، به امید روزی که در واقع اون جهان دیگری که ازش حرف میزنیم برامون به وجود اومده باشه و ویدیوهایی که ضبط میکنیم سخن از زیبایی باشه.